درود. به تریدینگ فلور خوش اومدین. جایی که به واسطه لنز کوارترلی تئوری پرایس اکشن واقعی بازار برامون نمایان میشه. با قسمت هشتم و پایانی سری ویدیوهای ICT در خدمتتون هستم. توی قسمت‌های قبلی قدم به قدم پایه‌های اصلی ICT رو ساختیم. تا اینجا بیشتر در مورد این صحبت کردیم که قیمت کجا میتونه واکنش بده و به چه قصد و نیتی. و الان باید به این بپردازیم که کی این اتفاق میفته. پس امروز مفهوم زمان در ICT رو بررسی میکنیم. در ICT و مخصوصا کوارترلی تئوری فقط این مهم نیست که قیمت به کجا میرسه. مهم اینه که قیمت چه زمانی به اون ناحیه میرسه. ممکنه یه ستاپ درست باشه و همه چیش ایدئال باشه، اما اگر قیمت در زمان مناسبی نباشه، کیفیت اون ستاپ به کل میره زیر سوال. طبیعتا زمانی که بحث از ICT میشه، همه با کیلزون ها و سشن ها ICT رو میشناسن. اما درسته که ما توی این 8 قسمت سعی کردیم ICT رو یاد بگیریم، ولی سازوکار اصلی کار ما با کوارترلی تئوریه. پس توی این قسمت به جای بررسی و پرداختن به کیلزون ها و سشن ها، میایم و از زاویه کوارترلی تئوری به این مفاهیم نگاه میکنیم. در تحلیل تکنیکال معمولا بیشتر تمرکزها روی سطوح قیمتیه. حمایت و مقاومت، سقف و کف، خط روند، عرضه و تقاضا، اوردر بلاک، انواع گپ ها، همه اینها یک سری سطوح وابسته به قیمت هستن. اما از اونجایی که تو هر نموداری یه محور X داریم و یک محور Y، موقعی که چارت رو هم باز میکنیم، کندل‌ها از طریق این دو محور به ما نشون داده میشن: قیمت و زمان. هر ساعتی توی مارکت از نظر حجم، لیکویدیتی، ورود سفارشات، جریان سفارشات و سرعت حرکت و کیفیت کندل ها مثل یکدیگر نیستن. پس زمان یک مفهوم پیش پا افتاده نیست. زمان بخشی از خود تحلیله. اینجا همون نقطه‌ایه که قصه کوارترلی تئوری شروع میشه. کوارترلی تئوری به زبان ساده به ما میگه بازار رو میشه به دوره‌های 4 بخشی تقسیم کرد و الگوریتم و رفتار قیمت رو در این 4 بخش با یکدیگر مقایسه کرد. به طور مثال همون چیزی که در یک سشن معاملاتی میبینیم میتونه داخل دوره‌های بزرگتر مثل 1 ماهه یا 1 ساله هم دیده بشه. به این توانایی تکرارپذیری مفاهیم فرکتال هم میگیم. مارکت در طول روز به سشن‌های مختلف تقسیم میشه و هر سشن رفتار مخصوص به خودش رو داره. به صورت کلی ما 4 تا سشن معاملاتی داریم: سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک که ساعت فعالیتشون به ترتیب به این شکله: 6 بعد از ظهر نیویورک تا 3 صبح نیویورک سیدنی، توکیو 8 شب نیویورک تا 5 صبح نیویورک، لندن 4 صبح نیویورک تا 1 ظهر نیویورک و خود نیویورک از 9 صبح تا 6 بعد از ظهر. این فقط به خاطر آشنایی شما با این سشن ها بود و نیازی به حفظ کردن این مطالب نداریم. از اونجایی که مراکز مالی مختلف در نقاط مختلف دنیا و در زمانهای مختلف فعال میشن، به همین خاطر حجم سفارش ها تغییر میکنه، نوع حرکت قیمت عوض میشه و لیکویدیتی های مختلف وارد بازار میشن. مثلا سشن آسیا عمدتاً آروم، فشرده و رنج حرکت میکنه، در صورتی که سشن لندن اولین حجم جدی رو وارد مارکت میکنه و سشن نیویورک معمولاً با حجم زیاد، خبر و داده های اقتصادی همراهه و بعد از ظهر نیویورک میتونه یک حرکت جمع‌بندی انجام بده و مارکت رو ببنده. علت این که نیازی نیست همه سشن ها رو بدونیم اینه که توی کوارترلی تئوری ما اینها رو به عنوان یک سشن نمیشناسیم. ما اینا رو به عنوان کوارترهای سایکل روزانه میشناسیم. سایکل روزانه توی کوارترلی تئوری از 4 بخش ساده ساخته میشه: Q1 که میشه سشن آسیا، Q2 لندن، Q3 نیویورک و Q4 نیویورک افترنون. توی کوارترلی تئوری ما میتونیم رفتار قیمت رو به وسیله ابزارهای ICT و مفاهیمی که توی خود کوارترلی تئوری هست بخونیم. همونطوری که توی قسمت 6 بررسی کردیم، قیمت 3 تا فاز حرکتی داره: A، M، D. همین کانسپت رو اگر در مقیاس کوارترلی تئوری بیاریم، میبینیم که Q1 معمولا نقش اکیومولیشن یا رنج رو داره، Q2 میتونه منیپولیشن رو اجرا کنه و Q3 جایی که مارکت حرکت اصلی یا فاز قالب روز رو به ما نشون میده و در نهایت Q4 هم میتونه اصلاح، حرکت اصلی و یه برگشت روند نسبت به حرکت کوارتر قبلیش باشه. البته این یه قانون مکانیکی نیست. مارکت همیشه یک سناریوی تکراری رو اجرا نمیکنه، اما این تقسیم بندی به ما کمک میکنه که رفتار روز رو داخل یک چارچوب منظم تری بخونیم. در کوارترلی تئوری ما یک اصل مهم داریم: رفتار هر کوارتر میتونه با کوارتر قبلی سنجیده بشه.
یعنی Q2 نسبت به Q1 معنی پیدا میکنه، Q3 نسبت به Q2 و Q4 نسبت به Q3. پس میتونیم بگیم هر چقدر سشن آسیا رنج تر باشه لیکویدیتی پشتش بیشتره. هر چقدر لیکویدیتی پشتش بیشتر باشه شدت منیپولیشن قیمت در لندن که از قضا Q2 سایکل روزانه هم هست بیشتره. اگر لندن به یک سمت با شتاب بیشتری حرکت کنه، نیویورک هم نیاز داره خلافش بره و نقش Q3 رو تکمیل کنه. هر کاری نیویورک بکنه، سشن بعد از ظهر نیویورک هم به صورت جداگونه بسته به اتفاقات گذشته مارکت 3 انتخاب بیشتر نداره: برگشت، اصلاح و یا ادامه حرکت با توجه به کوارتر قبلیش. حالا میخوایم مفاهیمی که یاد گرفتیم و با فیلتر زمانی بررسی کنیم. در قسمت قبلی گفتیم FVG یک نوع عدم تعادل و IRL، اما همه FVG ها ارزش یکسانی ندارن. یکی از فیلترهای مهم برای پیدا کردن FVG هایی با وین ریت بالا اینه که به زمان ساخته شدنش توجه بکنیم. FVG هایی که در ساعتهای کم حجم مارکت شکل میگیرن معمولا کیفیت پایینی دارن، اما FVG که در یک کوارتر مهم، مثلا کوارتر دوم یا سوم یا بعد از یک مصرف نقدینگی اتفاق میفته و در جهت درا آن لیکویدیتی ارزش بیشتری داره. پس زمان فیلتریه که میتونیم تشخیص بدیم مفهومی که داریم استفادهش میکنیم چقدر ارزشمنده. همین منطق برای بریک آف استراکچر و مارکت استراکچر شیفت هم استفاده میشه. فرض کنین قیمت توی Q2 یا سشن لندن سقف آسیا رو میزنه اما نمیتونه بالای اون ادامه بده، بعد به داخل رنج برمیگرده و زیر سوینگ لو کلوز میده. اینجا اگر یک حرکت پرقدرت و شارپ نزولی داشته باشیم، مارکت استراکچر شیفت وزن بیشتری پیدا میکنه، چون در زمان فعال بازار و بعد از برداشت لیکویدیتی رخ داده و احتمال میدیم نیویورک یا همون Q3 قیمت رو با حرکت شارپ به سمت پایین انتقال بده. پس دوباره میتونیم ببینیم که زمان داره به ساختار ما معنی میده. خب اینجا پایان سری مقدماتی ICT. حالا که پایه های ICT رو شناختیم، میتونیم بریم سراغ چیزایی که نگاه ما رو به مارکت دقیق تر میکنه. برای اینکه بیشتر با کوارترلی توری آشنا بشین، حتما یه سر به پلیلیست دوره مقدماتی کوارترلی توری توی یوتیوب بزنین. پیشنهاد میکنم حتما کانال تلگرام ترینینگ فلو رو داشته باشین، به خاطر اینکه جزوه‌های هر قسمت رو بعد از آپلود ویدیو داخل کانال قرار میدم و این میتونه یادگیری مفاهیم رو چندین برابر عمیق‌تر بکنه. و به رسم همیشه به ترینینگ فلو خوش اومدین. اینجا کامیونیتی تخصصی کوارترلی تئوریه و من اینجا کنار شما هستم تا تجربه 2 ساله خودم در این سبک و تمام چیزایی که شخصا از دایه در این مسیر یاد گرفتم و با شما به اشتراک بذارم. اگه این سری از ویدیوهای ترینینگ فلو براتون جذابه، حتما سابسکرایب کنید تا ادامه مسیر رو از دست ندین. اگه سوالی ابهامی داشتین، حتما کامنت بذارین یا داخل تلگرام ازم بپرسین تا با هم بررسیش کنیم.